کیه؟ بیا تو. بیا تو. پس به دختر پیشنهاد ازدواج تعریف کن ببینم. من باید بگم اون کیه؟ کجا زندگی میکنه؟ ناراحت نباش، تا صبح وقت داریم که درباره‌اش صحبت کنیم. درباره مراسم ازدواج، روزهای جشن، تعطیلات عمومی و خلاصه تایر جرم. بیا عزیزم سیگارت برکش. بکش. اینطوری بهتره مگه نه؟ لطفا یه دقیقه گوش کنید قربانی، یه دقیقه، فقط یه دقیقه. اینو میخوای دوست عزیز؟ منو ببخشید یه لطف بهت میدم. بدین وسیله تو را به مقام اهن بگو ببینم چه لقبی میخوای بهت بدم دوست من؟ دختر فرار کردی. دختر فرار کرده؟ چه لقب مسخره؟ دختر چیکار کرده؟ نه آی خائنی! ای خائن! به فکر فشار خونتون باشید. وای نه قربان، نه اگه پسرم و دختره رو بهت لب بردم خیلی سعی کردم جلوشون رو بگیرم، ولی عین دود رفت هوا و قید شد. لااقل اسم دیدم قربان، ولی تنها چیزی که ازش دارم این بینگه کرد. اینا همش نقشن. ولی قربان زنتون دوستش داره، پیداش نکنه آروم نمیگیره. تصمیم داره ازدواج سکوت. چی؟ نفهمیدم چی گفتی؟ پسرتون سوگند خورده با هیچ دختری جز با صاحب این کم ازدواج نکنی. خودش اینو گفت؟ این کف ممکنه به پای خیلی از دخترها بخوره. این دیگه مشکل خودشه. اون این قولو داده و باید به قولش وفا کنه. تو هم کمک. نه قربان، من در این هم اصلا دخالت نمیدم. تو باید صاحب این کفشو پیدا کنی. این کف که پای هر دختری خود میادیش اینجا. چشم قربان. حاکم بدین وسیله به اطلاع میرسد که لنگ کفش بلورین سیندرلا تو کجا هستی؟ بله من اینجا.